خفیه مورد توجه زیاد قرار دارد. کارگردان اوکراینی الکس سنتسوف و یک تن دیگر به تشکیل گروه تروریستی تهیه حمله ها و جمع آوری مواد ترکننده ایبدار می شوند. سنتسوف در دادگاه شهر رستوی لبیدون روسیه گفت قانونمندی این دادگاه را اعتراف نمی کند. سنتسوف و 3 شهروند دیگر اوکراین ماه می سال 2014 در ولایت قریم که از سوی روسیه تصرف شده است دستگیر شدند. بازداشت او با موج محکومیت در سراسر جهان روبرو شد و بسیاری از ساکنان قریم میگویند بازداشت‌های بلند چون بازداشت سنتسوف تحت نظارت روسیه آوردن مخالفین در این منطقه را به هدف دارد. نیروهای نظامی ناتو و اوکراین با مشق‌های مشترک در غرب اوکراین شروع کردند. روسیه این مشق‌ها را محکوم می‌کند. مسکو میگوید این تمرین‌ها که روز 20 ایول با یک پرد نظامی آغاز یافت طبیعت اغواگرانه دارند و میتوانند باعث تخریب آتشبس بین نیروهای اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه که ماه فوریه امضا شده پیوسته پایمال میشود گردند. در مشق‌های مشترک حدود 800 سرباز اوکراین، 500 افسر و عسکر آمریکا و 700 تن از 16 کشور دیگر شرکت میکنند. در بلگراد ساکنان از گرما در جزیره در دریای ساوا پناه میجویند. حرارت هوا در پایتخت سربیا به 40 درجه نزدیک شده است. برای بسیاری ها بهترین راه گریز از گرما آببازی در دریاست. بقیه در ساحل استراحت میکنند. در همین حال سر کرده از ساحل‌های خورواتیا تا جنوب بوسنیا سوختار جنگل‌ها سراسر نیمقاره بالکان را فرا گرفته است.